حمزه مسافروف داستان نفتاین منطقه کولوب روز 3 ینوار سال 2024 در نخستین نشست خبریش گزارش هفته گذشته نشر کرده پایگاه خبری بامداد را تصدیق کرد و خبر داد که تفتیش پرونده ترکش موشین رئیس کمیته اجرایی حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر کولوب بر اساس دو ماده کودکس جنایتی تاجیکستان، ماده 179 تروریسم و ماده 307 اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع از جانب کمیته دولتی امنیت ملی پیش برده می شود. مظفرов گفت در رابطه با این پرونده علاقه 8 نفر دستگیر شدند. به گفته داستانی گویا این افراد در دیگر قسمت‌های منطقه کولوب نیز فکر انجام حمله‌های تروریستی داشتند، اما او در این باره شرح و تفصیلات نداد. هفته گذشته یک منبع پایگاه خبری بامداد خبر داده بود که دستندکاران این حمله با امیسرهای گروه تروریستی داعش و خراسان در قلمرو افغانستان تماس داشتند و از آنها طرز تیار کردن بمب خودساخت را یاد گرفتند. توسط منابع دیگر تصدیق کردن ادعای مقامات درباره حمله تروریستی بودن حادثه خیلی مشکل به نظر می رسد. نام این 8 نفر برای ترکش موشین رئیس حزب حاکم نشر نشده است. نظر آنها و نزدیکانشان معلوم نیست و این هم معلوم نیست که آیا آنها با وکیل مدافع تامین شدند یا نه. ماشین خدمتی تمغه اشکاده رئیس کمیته اجرایی حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر کولوب سلیم سیفعلی زاده روز 5 ینوار در نزد حولی خانه‌اش در دهه تودکفش واقع در 4 کیلومتری شهر کولوب ترکید. در نتیجه ماشین آسیب دیده و به گفته طبیبان پای راست سیفعلی زاده شکسته است. نمایندگان حزب حاکم در کولوب این حادثه را تا حال شرح ندادند، اما این بار اول نیست که ماشین‌های منصبداران در منطقه کولوب آتش می‌گیرند. در دست کم یک حالت مقامات قصداً آتش زدن ماشین منصبدار را تصدیق کردند.